دلبر ماما برای افطاری آمادگی میگیرد. کچالو را تنها با روغن میپزد. از پیاز و دیگر ضروریات دیگ خبری نیست. این پیرزن با 6 عضو خانواده‌اش از قریه قریش ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب به اینجا بیجا شده است. دلبر ماما میگوید روزهای رمضان را در این ریگستان آفتابی بسیار با دشواری‌ها و تنگ دستی‌ها سپری کرده است. مای رمضان خوردنی نی، پوشیدنی نی، خاک میبره، ریک میبره، خوردنی ما ریک میشه، خاکستر میشه، هیچ چیز طاقت خورده نمیتونم. این پیرزن باشنده اصلی دولت‌آباد فاریاب که در خانه خود زندگی متوسطی را داشت، اما جنگ سبب شده تا به چنین وضعیتی دچار شود. مانند دلبر ماما بیشتر از 230 خانواده دیگر نیز از ولسوالی دولت‌آباد و دیگر ولسوالی‌های فاریاب به دلیل جنگ و ناامنی‌ها به شهر شبرغان آواره شدند. یا رمضان است، با خاک با چه روزگی ما مردم بچه و چه بیخه خاک مرض گرفته، بیخه مرضی است تمام روز. وضعیت دسترخوان این خانواده ها تا حدی مشابه و یا هم بدتر از این است. دلبر ماما و دیگر خانواده های بیجا شده از حکومت میخواهند تا با آنها کمک کند. ما خوشبختانه روز که صحبت کردیم با دفتر محترم جایزه، دفتر محترم زوا، دفتر محترم یونیسور مسائل شریک شدن. با ما فعلا در حال پیگیری هستیم. به هر حال از یک جمع کثیر دیگه هم از مردم بیجا شده ما هستند که پیش ما مراجعه کردن و ما در تلاش هستیم که برای از بتونیم زمینه با ساخت و سازش سرپناه و از رو مورد دست بگیریم. اما این که این کمک چه زمانی صورت خواهد گرفت، آیا دلبر ماما و سایر خانواده های بیجا شده داخلی تا آن زمان تحمل گرسنگی و بی سرپناهی را خواهند داشت؟ این را بی گذشت زمان پاسخ خواهد داد.